جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در نامه برای رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از موج نو آزار و اذیت و تلاش‌ها برای مانع‌گذاری به کار خبرنگاران رادیوی آزادی اعتراض بیان کرده است. این پیام روز 31 آگوست به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان رسانیده شد. واکنش رئیس جمهور تاجیکستان یا دستگاه او به این نامه فلای الحال دسترس نشده است، ولی در گذشته آنها اصرار داشتند که فضای کار برای رسانه‌های اخبار عام در تاجیکستان باز و آزاد است. فلای میگوید بعد ناآرامی‌های ماه می در ولایت مختار کوهستان بدخشان موردهای ترس دادن و تعقیب ژورنالیستان رادیوی آزادی و اعضای عائله‌های آنها از گذشته بیشتر شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی و نستعش وریمه و اعضای عائله‌های آنها مورد حمله قرار گرفته دستگاه‌های کاری آنها مصادره شده است. آنها مورد تغییر اینترنتی و لفظی قرار میگیرند، برای کوتاه مدت بازداشت میشوند و به هیچ دلیل تهدید و بازداشت میگردند. نوشته است جیمی فلای. شیوه سرکوبگرانه ضد رادیوی آزادی خبرنگاران ما و اعضای عائله آنها غیر قابل قبول و کاملا خلاف اظهارات قبلی شما و حکومت درباره پشتیبانی تاجیکستان از آزادی مطبوعات است. او در مراجعتش به پرزیدنت تاجیکستان افزوده است همان گونه که سال 2019 در ملاقات تیورخ گفته بودم، رادیوی آزادی پایبند معیارهای بلندترین روزنامه‌نگاری است و به خاطر تهدیدها و آزار حکومت به این معیارها خیانت نمی‌کند. شما اون زمان از کار رادیوی آزادی اظهار سپاس کرده گفته بودید که خواهان در تاجیکستان ماندن رادیوی آزادی میباشید. پرزیدنت رادیوی آزادی از نام نمایندگان کنگره آمریکا یاد کرده است که در پاسخ به آن مقامات تاجیکستان دلیل خواستند. نامه با فکت و دلیل‌ها به نام وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین موریدین در ماه فوریه امسال از طرف جیمی فلای فرستاده شده بود و آن به نامه نو به عنوان پرزیدنت تاجیکستان نیز اضافه گردید. در این نامه ده‌ها مورد فشار و تهدید به کارمندان رادیوی آزادی ذکر شدند. فلای اظهار نگرانی میکند که چنین عملکردها ادامه و گسترش یافتند. او گفته است اگر مقامات تاجیکستان از آزار ژورنالیستان مستقل ما دست نبردارند، رادیوی آزادی مجبور می شود ادامه فعالیتش را در کشور شما بازنگری کند. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 7 ماه امسال بعد صحبت با روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفتخانه محمدشایو که دیرتر با گمان دست داشتن در اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازداشت شد، لطوکوب شده جهاز کاریشان مصادره گردید. مقامات انتظامی گفتند که روز 7 ایون به تحقیق پرونده سر کردند، ولی تا حال هیچ پاسخی در این زمینه دسترس نشده است. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده روز 19 ایول در نشست مطبوعاتی گفت تحقیق حمله به خبرنگاران زیر نظارت اوست، ولی به سوال آنکه چرا تا حال حمله‌وران آشکار نشدند پاسخ مشخص نداد. تنها گفت جنایت‌هایی است که آشکار نمی‌شوند.